سلام، اینجا هلیوم پارک. من محسن ذاکرم، 18 سال مربی ژیمناستیک و ترامپولین هستم. اگر میخوای اینجوری و اینجوری نشی، یک سری بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت کنین که بهتون میگم. باید نباید اولین موضوع اینه که وقتی میخوایم وارد صفحه بشیم، نباید از بیرون بپریم داخل صفحه، باید با احتیاط وارد صفحه بشیم. و همچنین خارج از صفحه مستقیم نپریم بیرون، باید با احتیاط خارج از صفحه بریم. باید و نباید دوم، اگر احیانا روی صفحه خوردین زمین، نباید دست یا پاهاتون زیر بدنتون یا زیر وزن بدنتون قرار بگیره. وقتی افتادین باید دستا جمع توی سینه به پشت یا به پهلو باشه، یا اگر با پا اومدین بهتره که با باسن فرود بیاین، پاهاتون زیر بدنتون قرار نگیره. خب یه نکته مهم، ضربه و فرود روی ترامپولین یا با پاهاست یا با باسنه یا با پشت یا روی سینه است که آموزششو بعدا بهتون میگم. حتما یک سری نباید هم که طبیعیه، نباید با سر فرود بیاین. با اون قسمت هایی که من گفتم باید ضربه بزنین و فرود بیاین. وقتی میان هلیوم پارک یک سری بایدها و نبایدها رو باید رعایت کنین. 1 ندوین، 2 نفری روی صفحه نپریم، 3 با سر تو چاله ابشیژه نزنیم و اگر روی حرکتی تسلط نداریم در محیط امن این کار انجام بدیم. یه سری نکات مقدماتی رو توی این ویدیو و ویدیوهای قبلی بهتون گفتیم. ممنون که تا اینجا با ما بودین. برای دیدن ویدیوهای آموزشی بیشتر چنل هلیوم پارک رو سابسکرایب کنید.